پشت پرده. سلام به یک برنامه پشت پرده دیگه خوش اومدید. بنده امین فردین به همراه تیمم خوشحالیم که برنامه جدیدی رو تونستیم برای شما تدارک ببینیم. موضوع این برنامه پشت پرده های پنهان امید شریفی دانا هستش، شخصی که چند وقتی هستش در دنیای مجازی و در یوتیوب برنامه با عنوان رودست رو رونمایی کرده. برنامه‌ای که ادعا میکنه دست روی دست بسیاره، میتونه رو بکنه دست افرادی رو که دارن اطلاعات پنهان به مردم میدند. اهداف قشنگی هستش و این شخص داره هدف خوبی رو دنبال میکنه، اما ما میخوایم پشت پرده‌های پنهان این شخص و نفوذی که این شخص توی سلطنت طلبها انجام داد، توی جدایی طلبها انجام داد و موجب اختلاف بین این افراد شد و شخصی که خط میگیره از یه سری سرویس ها، از یه سری افراد و یه سری تفکرات رو توی دل مخاطبان و توی ذهن مخاطبانش نقش می‌بنده. امروز پشت پرده های پنهان این شخص رو نشونتون میدیم. ما در این برنامه یه کار ژورنالیستی داریم انجام میدیم، یه کار خبرنگاری داریم انجام میدیم و اطلاعاتی که در این برنامه به شما داده میشه کاملا اطلاعات ژورنالیستی و خبری هستش و تحقیقات خبرنگاری هستش، وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستش. حتما شما اگر این ویدیو رو ببینید تا انتها متوجه میشید که ما قصدمون نه تخریب هستش و نه تایید هستش، نه از کسی داخل ایران حمایت میکنیم و نه از شخصی خارج از ایران. فقط ما کارمون و حرفمون خبرنگاری هستش. بارها در کلیپ‌های قبلی هم گفتیم که ما فقط خط مستقیم رو میبینیم و برامون چپ و راست فرقی نمیکنه. پس حتما این ویدیو که پشت پرده‌های پنهان امید شریفی دانا است رو تا انتها ببینید و البته به اشتراک بذارید. برنامه اینترنتی پشت پرده. خب آغاز میکنیم. پشت پرده پنهان امید شریفی دانا، متولد 15 آذر 1363 در تهران. شخصی که در عاشورای 1388 به واسطه صحبتایی که خودش میکنه و به واسطه هیجاناتی که داشت شعار میده علیه اصل ولایت فقیه و سازمانهای امنیتی اطلاعاتی ایران. اون رو بعد از مدتی شناسایی میکنند و به زندان میندازن و ابتدا به او اعدام میدن، چون طبق اصل قانون اساسی ایران توهین به ولی امر مسلمین در قانون اساسی ایران و ولایت فقیه که آیت الله خامنه‌ای باشه حکمش اعدام هستش. بعد از اون توسط وکیلی که ایشون میگیره و دادگاه علنی که برگزار میشه و صحبتایی که توی دادگاه خود امید شریفی دانا انجام میده و به قول خودش میگه اقفال شدم و به قول خودش میگه که من اون زمانی که توی زندان بودم داشتم کد میدادم به افرادی که خارج از ایران بودن و میاد توی ویدیوی توضیح میده علت این که توی دادگاه اون صحبت‌ها رو کرده. بهش 6 سال حبس میدن، بعد هم با عفو رهبری از زندان بیرون میاد. اولین سوالی که پیش میاد این هستش که ایشون ادعا میکنه که موقعی که در زندان اوین بوده بازجوها به او اصرار کردن که اون چیزی که خودشون میخواد رو بگه. ببخشید آقای امید شریفی دانا، شما ویدیوهاتون منتشر بوده و اعلام جرم شما طبق قوانین داخل ایران مشخص بوده، پس اصلا لازم نبوده که بخوان بیان حرفی رو به شما تحمیل بکنن. همون عملی که شما در خیابونها در سال 88 انجام دادید از قول قوانین جمهوری اسلامی ایران کار خلافی بوده. به حال شما رفتید تظاهرات غیرقانونی انجام دادید. باز هم میگم من اصلا برای من فرقی نمیکنه شما آدمی باشید که موج سبزی یا 88 باشید یا آدمی باشید که مخالف باشید. ما داریم قوانین رو میگیم. کار کاملا ژورنالیستی هستش. در این برنامه استثنا و البته برنامه قبلی هم بوده، ولی این برنامه چون با توجه به اینکه شما آدمی هستید که به قول خودتون بقیه جیغ جیغ میکنن، مطمئنم بعد از این ویدیو شما هم این کار رو خواهید کرد. پس ما با شما کاملا ژورنالیستی و حرفه‌ای صحبت میکنیم. طبق اصل قوانین جمهوری اسلامی ایران شما یک خلافی رو انجام دادید. در همون کشور سوئدی هم که شما زندگی میکنید، اگر شما خلافی رو انجام بدید که مغایرت داشته باشه با قانون کشور سوئد، طبیعتا شما بازخواست خواهید شد. بریم صحبت‌های امید دانا رو ببینیم در خصوص اینکه بهش تحمیل کردن اون صحبت‌ها رو. برگردیم با شما است. توی اون دادگاه من قرار بود بگم که مأموری بودم که پل ارتباطی در واقع بودم بین دفتر شاهزاده رضا پهلوی و موسوی کردوبی و قرار بود بگم که ما قصد بمبگذاری داشتیم و این دو گروه به ما اینو تعلیم داده بودن. اما در دادگاه من چیز دیگه گفتم، حرفایی که زدم اصلا قابل پخش نبود برای حاکمیت که نزدیک 2 دقیقه شو پخش کردن توی این دادگاهی که من داشتم.
فهمی که الان میخوام کیفرخواتش رو تلاش کنم همون شخصی که در فیلم با موهای بلند وسط ماشین ها وایستاده و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه بوده. موهای بلندی داره، وسط ماشین ها تردد میکنه و بعضا به عنوان لیدر وسط جمعیت قرار گرفته. اصلا در انتخابات من چون نتونستم تشخیص بدم کی درست میگه در مناظرها اصلا شرکت نکردم. اومدم میدان سپاه، در میدان سپاه نزدیک 30 تن اینا اونجا بودن که 10 تنشون مشخص بود که اراذل هستن، ولی 20 تن دیگه مانند خودم تحت تاثیر جو ماهواره‌ای و تاثیراتی که بودش قرار گرفته بودم و فریب خورده بودم مثل خودم. دیگه منم خیلی خوشحال شدم به این جمع پیوستم. دیگه تا اونجا که تونستم خودمو خالی کردم. یکی دو بار این شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده شد. به خیابان فخار که رسیدیم دیدم که یه عده مردم انقلابی که عزادار بودن خیلی خشمگین دارن طرف ما میان. بدونی که اصلا باشون درگیر شیم، چون تعدادمون خیلی کم بود، ترسیدیم و متواری شدیم. شب که اومدم خونه، وقتی داشتم تلویزیون رو نگاه میکردم تصاویر خودم رو دیدم، تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که مو و ریش خودم رو بزنم چون تو چشم بودم. بعد دیگه ریش و مومو زدم، متواری شدم به طرف شمال. یه 3 شب ساری بودم تو مسافرخونه هاش جابجا شدم. یه 2-3 شب در قائم شهر بودم. یه 2-3 شب دوباره در آمل بودم. دوباره اومدم تهران. 2 شب خونه خودم بودم. دوباره رفتم طرف آستانه، یه 3 شب اونجا بودم. دوباره اومدم تهران. دیگه گفتم دسته امنیتی دیگه شاید من براش زیاد مهم نباشم که دیگه مثلا بخواد منو بگیره. دیگه تو خونه خودم مونده بودم که دیدم نیروهای امنیتی اومدن دم در خونه. منتها خب اون لحظه خوشبختانه وارد خونه نشدن یا شاید بدبختانه، نمیدونم. وقتی که رفتن من سریع خونه زدم بیرون. یه دوست داشتم 2 سال پیش در خارج از کشور رفته بود. زنگ زدم به اون دوستم، گفتش که بیا طرف کرمانشاه، اونجا یه شخصی که وابسته به حزب کمالت کمکت میکنه. خیلی ترسیدم، گفتم نکنه که پولمو بگیره. بهش گفتم که پولمو نگیره که یه دفعه مثلا در وسط راه مثلا هم پولمو بگیره هم منو ترویج کنه. از این بابت خیلی میترسیدم، ولی به هر حال دیگه تصمیممو گرفته بودم. منتها شبش که میخواستم حرکت کنم با خاطر وابستگی که به خانومم دارم زنگ زدم اومد خونه یکی از دوستام که منم رفتم ببینمش که نیروهای امنیت اومدن منو گرفتن. سال تبلیغی که به اصطلاح تعریف کلمه تبلیغ باشه در برابر به نقص نیروهای معاند نظام مشاهده نشده. من یه نکته بگم، خوشبختانه ما اینجا داریم کار ژورنالیستی میکنیم و بنده دسته بر قضا توی صدا و سیمای ایران تو سال 88 خبرنگار بودم و خبرنگار صدا و سیما هم بودم. شما توی دادگاه نکته اول 2 ساعت صحبت نکردید، 53 دقیقه صحبت کردید و کاملا فیلم صحبت‌های شما در دادگاه رو بنده دیدم و میدونم شما چه صحبت‌هایی کردید و اتفاقا دست بر قضا، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، برای اولین بار صدا و سیما خود سانسوری کرد و 2 دقیقه از صحبت‌های شما رو پخش کرد. اگه قرار بود 53 دقیقه صحبت شما در دادگاه پخش بشه، مطمئناً مردم متوجه می‌شدن که شما تو سال 88 چه جانوری بودید. حتی واژه درستی نیست، ولی خب اگه بخوام ما 53 دقیقه رو من از آرشیو صدا و سیما بگیرم، برای من خیلی کار راحتی هستش و میتونم بگیرم و برای مردم پخش بکنم. پس بدونید که در وعده اول صدا و سیما برای شما امانت داری کرد. و نکته دوم این که جرم شما مشخص بوده در سال 88. چرا بخوام به شما بگن که بیا اعلام بکن که بمبگذاری کردی؟ آدم باید عدالت رو رعایت بکنه. بله جنایتایی تو سال 88 صورت گرفت، شکنجه‌ای تو سال 88 صورت گرفت و اون اتفاقات تلخ کهریزک صورت گرفت، اما دلیل بر این نمیشه که اتفاقات تلخ صورت بگیره شما بخواد موج سواری بکنید. عدالت اینجا زیر سوال میره. بعد حالا بماند شما خیلی راحت سال 90 عفو رهبری میگیرید و از کشور خارج میشید. شما قانونی از کشور خارج شدید، قانونی به کشور سوئد رفتید. نمیدونم چرا امثال شما، آقای فخرآور، نمیدونم سید محمد حسینی، همتون اصرار دارید غیر قانونی از کشور خارج شدید. بابا شما خب تاریخ خروجتون از کشور مشخصه. فکر میکنید برای سیستم های امنیتی ایران کاری داره استعلام گرفتن و منتشر کردن اینکه شما چه تاریخی از ایران خارج شدید؟ چرا میخواید همه چیز رو بزرگ بکنید و مردم بگید که آی ما تحت شکنجه بودیم؟ بله تا اینجاش درست. سال 88 شما شکنجه دیدید، از پا آویزونتون کردن، سیلی خوردید از بازجوتون، کاملا اطلاعات شما در اومده و
اومده بیرون. اما این دلیل برای نمیشه که شما بخواید اون آشی که هست رو شورتر بکنید، یکم روغن بریزید روش و بخواید بزرگش بکنید. خب شما میرسید به کشور سوئد. اونجا تو 13 به در پرچم شیر و خورشید میگیرید، نمیدونم آویزون میکنید از جای مختلف، خودتون رو یک سلطنت طلب میدونید، خودتون رو یک پهلوی میدونید، خودتون رو اپوزیسیون این سمتی میدونید و کم کم میخواید نفوذ بکنید به خانواده پهلوی به عنوان کسی که واقعا داره خیلی قدرتمند اپوزیسیونش رو مدیریت میکنه. بعد میاد نامه حمایت میدید. به حال بر همگان واضح هستش این نوع حرکات چیزی غیر از نفوذ نیست. بازم من دارم میگم ما حمایت نمی کنیم از گروه خاصی، ما داریم فقط پشت پرده ها رو میبینیم. شما نفوذ میکنید به خانواده پهلوی با اهدافی خاص، با گرفتن مأموریتی خاص و خودتون رو پهلوی بزرگ میدونید و طرفدار پهلوی بزرگ میدونید، نه پسر های پهلوی، نه نوش. خودتون رو وصل میکنید به پهلوی بزرگ و میگید که ایشون شخصی هستش که مورد حمایت بنده هستش و نامه مورد حمایت میدید و پرچم شیر و خورشیدی که به حال نمادی هستش از خانواده پهلوی، چون زمان قاجار که تقریبا پرچم این شکلی نبود، به این صورت شیر و خورشید بود ولی این شکلی نبود، یعنی از زمان دوره شاهنشاهی پرچم به این صورت در اومد و شما هم توی برنامه رو دستتون نماد شیر و خورشید استفاده میکنید و همیشه هم پرچم شیر و خورشید رو دارید و نزدیک میشید به خانواده پهلوی که بتونید عملیات نفوذ رو انجام بدید. بریم ببینیم این نزدیک شدن رو برگردیم. نامه پیش رو بخشی از حرفهایی است که سالهاست در دلم موج میزنند، اما بنابر مصلحت‌های مهر سکوت بر لبانم زده بودم، ولی شرایط کنونی این جانب را مجاب کرده تا بخشی از نگفته‌ها را خطاب منجی ایران شاهزاده رضا پهلوی به رشته تحریر درآورم. میدانم پس از انتشار این نامه بنابر رسم زشت و چاپلوسی و بادمجان در قابچینی عده‌ای بر علیه این جانب و مصیبت‌ها سر خواهند داد. امید دانا تا اینجا، یعنی در ابتدایی که وارد سوئد میشه خودش رو طرفدار اپوزیسیون رضا پهلوی میدونه و توی متن نامش از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان منجی ایران یاد میکنه. متن نامه سرگشاده به شاهزاده رضا پهلوی. به نام ایران، با درود به شاهزاده رضا پهلوی، امید بزرگ نجات وطن. نامه پیش رو بنابر خواست و مشورت گروهی از یاران و هماندیشان میهن‌پرستم در درون و برون مرزهای اهورایی ایران توسط من حقیر نوشته و منتشر می شود. بعد از اینکه امید شریفی دانا نامه سرگشاده میزنه و خودش رو نزدیک میکنه به خانواده پهلوی، خب به حال اینا تکنیک‌های امنیتی هستش که شما اگر میخواید تخریب کنی اول نفوذ کن و خانواده پهلوی ببخشید دیگه چغندر که نیستن، 40 سال دارن علیه ایران فعالیت میکنن و با این تکنیک‌ها آشنا هستن و نوریزاده با ظرافت خاصی با همکاری رضا پهلوی رو روی خط میاره و نظر ایشون راجع به امید دانا میپرسه، در صورتی که شما اگر سناریو رو ببینید هیچ وقت رضا پهلوی مستقیم نمیاد اعلام براءت بکنه و بگه من امید دانا رو نمیشناسم و ایشون خودش سرخود این کار رو کرده، میاد هماهنگی ها رو با نوریزاده انجام میده، به نوریزاده میگه تو با من تماس تلفنی بگیر که من بگم که من اصلا اینا رو نمیشناسم و پهلوی هم و خانواده پهلوی هم دست امید دانا رو میخونن و میگن که ما این آدم رو اصلا نمیشناسیم و اگر این آدم داره کاری انجام میده سرخود و بی اجازه بوده. من خواهش کردم که شاهزاده رضا پهلوی دقایقی در خدمتشون باشیم، به خصوص به این جهت که ایشون اخیراً دوستانی پیدا کردن که باعث شگفتی همه شد. حالا من این دوستان واقعی هستن یا نه، به خصوص که من ناگهان دیدم یه جا یه عده با عنوان حزب رستاخیز یا گروه رستاخیز از ایشون اعلام حمایت کردن. با سلام به شما شاهزاده رضا پهلوی. در درجه اول میخوام بدونم، به خصوص انسان‌هایی که برنامه منو دنبال میکنن علاقمندم بدونن آیا این افراد با شما ارتباطی دارن، مورد تایید شما چیه داستان؟
درود بر شما آقای نوری‌زاده و با درود فراوان به همگنان عزیزم. در ارتباط با این سوال، اولا اون گروه خاص که اشاره کردید، من هیچ ارتباطی با این گروه نداشتم و ندارم و اگر اقدامی در رابطه انجام دادن و مصرف کردن عکس‌های مختلفی بدون اطلاع و یا اجازه من بوده و به هر حال هیچ ارتباطی با خود من تشکیلاتم این جریان یا گروه ندارم. شاهزاده، ولی این در مورد شورایی که به هر حال شما همه این رو به نوعی با شما مرتبط میدونن، این سیاست در مورد شورا البته متفاوته. از وقتی ما اومدیم داریم کار ژورنالیستی کلا برون مرزی میکنیم، این افراد حزب باد رو خیلی خوب داریم تشخیص میدیم. بعد از اینکه آقای رضا پهلوی میاد از امید شریفی دانا اعلام براءت میکنه، امید شریفی دانا رضا پهلوی رو خیانتکار میدونه. یعنی تا قبل از اون نامه سرگشاده میداده، میگفته شما نجات دهنده ایرانید، یهو براش میشه رضا پهلوی خیانتکار. من موندم دیگه، آدم تا چقدر میتونه حزب باد باشه؟ یعنی امید شریفی دانا لاکچری حزب باده. پس از انتخابات آقای رضا پهلوی بیانیه‌ای صادر کردند و دوباره همون حرفای ضد ملی خود را بیان کردند، منتها با هوشیاری‌های بسیار. ایشون برگشتن گفتن به دنبال یک حکومت گیتیگرا و غیر متمرکزن. دقیقاً همون چیزی که بنیاد جورج سورس و طرح برنارد لوئیس به منظور تجزیه ایران میگه. اینجا بود که پروژه نفوذ امید شریفی دانا لو میره و اپوزیسیون این شخص رو میشناسن و این شخص مجبور میشه که مسیرش رو جدا بکنه و خودش رو به رضاشاه بزرگ از دید اپوزیسیونی که هستن و از دید طرفداران رضا پهلوی که لقب رضاشاه بزرگ بهش میدن بچسبونه. و جالبه تیزر ابتدایی تمام برنامه‌های خودش رو هم تصویر و سخنی از رضاشاه بزرگ قرار میده، محمد رضا شاه، و سیستم جدیدی از نفوذ را آغاز میکنه در این پروژهش. عکس شاهزاده رو که برمی‌داری میذاری رو رفسنجانی، خود طرف هواداران آشفته میخوان شاهزاده شده، عمامه به سر شده. آیا واقعا شاهزاده عمامه داره؟ من زمانی با تو مشکل پیدا کردم که دیدم تو خائن هستی. تمام اطلاعات تو رو به ما دادن که اینجا ما داریم، حتی فیلم هم داریم. اینا رو من نشون میدم و بعدا شوخی با تو ندارم. ببینید گرامیان، این الان عکسی که من بهشون تو میدم، شخصی هستش به نام کشمیری که همین چند روز پیشا اولا اومد از ترکیه اومد آلمان و از آلمان رفت پیش همین امید دانا. رابطه اطلاعات از اطلاعات رژیم با این امید دانا است. غیر از این که البته چیزهای جدیدتر هم برش میارم که چیکار بکنه. ببین، یکی از شیوهایی که اطلاعات رژیم داره بهش عمل میکنه، میگه از شاهنشاه آریامه و رضا شاه بزرگ تعریف بکنید اما رضا پهلوی رو بکنید. کاری که اینا داره انجام میده درست همون مسئله است. یه نکته بگم که ما اینجا در تمام مستندهای پشت پرده کار ژورنالیستی انجام میدیم. در این صحبت من نه صحبت‌های اشخاص رو تایید میکنم و نه تکذیب میکنم، اما صرفا وقتی صحبت‌هایی رو یه سری اپوزیسیون‌ها در رسانه‌های خودشون مطرح میکنن به آدم‌ها کد میدن. و در این ویدیو از شخصی به اسم کشمیری یاد میشه که آقای فخرآور در صدای امریکا از این شخص به عنوان کسی که توی قتل‌های زنجیری سال 60 دست داشته نام برده و یه ارتباط‌های عجیب و غریبی اینجا بیرون درس میکنه. چجور میتونه اطلاعات توسط فخرآور بیرون بیاد، چجور رسانه‌های اپوزیسیون این شخص رو اطلاعاتی میدونن و رابطه آقای امید شریفی دانا میدونن. و من بارها هم گفتن که رابطه‌های پنهانی بین امید شریفی دانا و آقای فخرآور در گذشته وجود داشته و پازل‌هایی باز به وجود میاد که چجور شخصی به اسم کشمیری ارتباط پیدا میکنه با آقای امید شریفی دانا و این رسانه ها میان این مبحث رو مطرح میکنند و صحبت میکنند که باید آقای امید شریفی دانا توضیح بده که آیا ارتباطی بین ایشون و آقای کشمیری وجود داشته یا که نه. کلاهی و کشمیری هر دوشون
من موارد مختلفی رو توی کتاب آوردم که ظرف 34-5 سال گذشته دائم اینها ترک شدن، یعنی مسیرشون ردیابی شده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه. توی مقالات مختلفی که جمهوری اسلامی مینوشت، منتشر میکرد توی وبسایت‌های خودش، تو خبرگزاری‌های رسمی خودش عنوان میکرد کشمیری و کلاهی توی آلمان دیده شدن، تو رستوران تو هامبورگ دیده شدن. کشمیری نمیدونم توی یکی از سرداران سپاه گفته بود این رو اخیراً که کشمیری توی مراسم ختم پدرش مثلا چند سال پیش در لندن رفته بود شرکت کرده بود در دهه 70. و تمام اینها نشون میده که سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی کاملاً میدونستن کشمیری و کلاهی کجا هستن، آدرسشون چیه و به نظر میاد کاملاً با اینها همکاری هم داشتن. اما 1.5 سال پیش وقتی که کتاب رفیق آیت الله داشت میومد بیرون، من یک مصاحبه رو همینجا در صدای آمریکا داشتم و همین سوال مهم رو پرسیدم که از آقای خامنه‌ای مستقیما رو به دوربین پرسیدم. گفتم که چرا آقای خامنه‌ای اگر واقعا راست میگین شما و کشمیری و کلاهی عاملین انفجارهای تابستون سال 60 بودن، چرا درخواست نمی‌کنید از پلیس بین‌الملل، شما که میدونید اینا تو کدوم کشور هستند و تو مقالاتتون می‌نویسین، چرا از پلیس بین‌الملل درخواست نمی‌کنین که کشمیری و کلاهی رو دستگیر بکنن، وقتی که از پلیس بین‌الملل می‌خواید که مهرگان امیر خسروی رو که برادرش رو به ناحق اعدام کردید به عنوان کسی که اختلاس 3000 میلیارد تومانی کرده و وقتی که میاید خاوری رو براش رد نوتیس میذارید، برای مهرگان امیر خسروی رد نوتیس میذارید، اون اعلان قرمز رو روی اف بی آی میذارید که اینها دستگیر بشن، چرا همون اعلام قرمز رو کار یک تلفن از طرف پلیس ایران به پلیس مقر پلیس بین الملل بهشون بگن که آقا کشمیری و کلاهی رو لطفاً بذارید توی لیست دستگیری خودتون؟ چرا در 34-5 سال گذشته هیچ وقت جمهوری اسلامی کوچکترین علاقه‌ای نشون نداده بود که از پلیس بین الملل بخواد که کشمیری و کلاهی دستگیر بشه؟ این سوال رو وقتی من مطرح کردم در همین صدای آمریکا، 2 ماه بعد مأمورین وزارت اطلاعات میرن در خونه کلاهی و کلاهی رو میکشن. کلاهی که سالها با یک هویت مخفی داره زندگی میکنه اونجا و میرن سراغ کشمیری که کشمیری رو هم در آلبانی دستگیر بکنن که اونجا هم کشمیری حالا از دست اینها متواری شده. یعنی اینا داشتن رد کشمیری و کلاهی رو تا سال گذشته که کتاب رفیق آیت الله بیرون میاد رد اینها رو گرفته بودن. حالا که این کتاب سوالها رو داره مطرح میکنه، رژیم شروع کرده به پاک کردن رد پاها. بله، اینجا ما تیکه پازل پنهان داریم که باید تکمیل بشه که ببینیم که چه ارتباطی بین کشمیری و نمیدونم اطلاعات ایران و آقای فخرآور و آقای امید شریفی دانا داریم. به هر حال امید شریفی دانا میاد خیلی هوشمندانه اپوزیسیون غرب رو، اپوزیسیون‌های امریکایی رو به جون همدیگه میندازه و اونها رو تخریب میکنه و با هدف خاصی این کار رو انجام میده. بگذاریم ایشون وقتی که اهداف پشت تفکراتش بیرون میاد، شروع میکنه برنامه رودست خودش رو ادامه دادن و خیلی جالبه به جای اینکه این شخص به عنوان شخصی که به حال داره دیده میشه در دنیای مجازی به مسائل و مشکلات فعلی افراد در ایران بپردازه، میاد راجع به کوروش و نمیدونم داریوش و زرتشت و اینجور افراد صحبت میکنه. بعد میاد توی یکی از مستندهاش لباس مشکی میپوشه و میگه که من به خاطر مسئله کوروش و مسئله 7 آبان ناراحتم، به خاطر اینکه نذاشتم ما بریم داخل آرامگاه کوروش در شیراز. شما باید ناراحت باشی به خاطر مشکلات فقر جامعه ما، شما باید ناراحت باشی به خاطر مشکلات فرهنگی جامعه ما، شما باید به خاطر این مسائل مشکی بپوشید. اگه شما واقعا خودت رو یک اپوزیسیون و یک مبارز میدونی، اول باید مشکلات بهتره بگم فرهنگی جامعه ما رو حل بکنید، مشکلات اطلاعاتی جامعه ما رو حل بکنی، نه اینکه بیای بگی که من ناراحتم لباس مشکی میپوشم. ببینیم صحبت‌های مهمی رو داریم. مشکی پوشیدم به خاطر که خیلی ناراحتم، ولی گفتگوی طولانی داریم امشب در مورد همه مسائل. نکته بگم، آقای امید شریفی دانا میگه که من کار پژوهشی دارم انجام میدم. آدمی که کار پژوهشی انجام میده، آدمی که کار تحقیقاتی انجام میده، اگر در ویدیوهای خودش توهین بکنه و اگر در ویدیوهای خودش از حرفای رکیک استفاده بکنه، چیزی جز ضعف نیست. شما اگر هر چیزی رو مستند داری، خیلی آروم منطقی میتونی بشینی، دوربینو بذاری جلو خودت، بگی بر طبق این سند، بر طبق این روایت، بر طبق این آیه شما دارید دروغ میگید. وگرنه هنر نیست من اینجا بیام بشینم بالا تا پایین همه رو فحش بدم، بگم همه دروغ میگن. من نمیخوام جانبداری بکنم از هیچ دین و مذهب و ادیانی، اما امید شریفی دانا
دیگه از بعد سیاست زد تو بعد دیانت. این مردک، این آشغال، این ببخشید من توهین میکنم ولی لایق توهین شدن محمد. چرا لایق توهین شدنه؟ نه که من فکر کنید عصبی هم دارم توهین میکنم، لایق توهین شدنه به خاطری که 1400 سال دنیا رو به لجن کشیده، ولی حداقل قبل از اینکه دنیا رو به لجن بکشه لایق توهین شدنه، چون این فرد کثیف تازی یک فرد ضد ایرانی است. گزارش ها و روایت های بیشمار و معتبر وجود داره که آقای محمد به خر و گاو و الاغ و اینام رحم نمی‌کرده. که محمد فردی ضد ایرانی بود. شما اگه ادعای ایرانی بودنت میشه، خب اون نوشته پشت بک‌گراندت که به انگلیسی نوشته بود دستو بکن فارسی، چرا انگلیسی می‌نویسی؟ نکته اول. نکته دوم که بر طبق آیات معتبر. چون لطف بکن به من خبرنگار، سوال خبرنگاری از شما میکنم، بینندگان، آیات، روایات، کتاب رو بیار ما ببینیم، نشون بده که محمد یا حضرت محمد از دید مسلمون ها یا از دید شما زرتشتی ها محمد کجا تجاوز کرده. خب من اگه بگم خب فلان شخص به فلانی تجاوز کرده، کتاب های معتبر، میگم بابا چون جف میدی، چرا با داد و بیداد؟ لطف کن مستند حرف بزن، لطف کن معتبر حرف بزن تا افراد باور بکنن، تا به دید افراد بشینه. این صحبت های شما من یاد این طنز مهران مدیری میندازه. آقا عوضی که زنگ میزنی فوش، کجا بودم؟ آها، بی شرف، وطن فروش، آشغالی که زنگ میزنی اینجا فوش میدی. این ایمیل یه دختر 8 ساله فرستاده، خواهر 8 ساله تو، هموطن 8 ساله تو، بی غیرت. از عمر کثافت تا حسین کثافتتون رو ما ایرانیا کشتیم. دیدید؟ سر به سر فرزندان کوروش بذارید همه چیزتون رو با سند نابود میکنیم. نابود شده هست. بگذاریم نکته بگم که ما تحلیل هایی که داریم انجام میدیم حمایت از دین، مذهب و باور خاصی نیست. فقط میخوایم به شما نشون بدیم که امید شریفی دانا وقتی میاد یه سری حرفا رو میزنه مستند حرف نمیزنه. میگه من مستند حرف میزنم، اما میخوایم ما ثابت بکنیم که مستند حرف نمیزنه. تو صحبتاش میاد میگه که حضرت محمد ابتر بوده و کوثر یا همون حضرت فاطمه رو به دنیا نیاورده و شما بدبختید. اولا یه نکته بگم، سوره کوثر 4 آیه نداره، 3 آیه داره. احتمالا شما بسم الله الرحمن الرحیم یه آیه حساب کردی، صدق الله العلی العظیم، احتمالا یه آیه می‌خواستی اضافه کنی دیگه رود نشده. این نکته اول. اگه می‌خوای اطلاعات دقیق بدی یکم مطالعه بکن. سوره کوثر 3 آیه داره و اصلا حرفی برای نمیزنه که حضرت محمد ابتر توی این آیه. حالا می‌بینید ویدیو آقای دانا رو، میاد میگه که بدخواهان شما ابتر خواهند شد. چرا تفسیر میکنی برادر من قرآن رو؟ ببینیم صحبتشونو. جعلی اینه که شما میگید محمد دختری داشته به نام فاطمه. محمد ابتر بوده. بدبختا. ابتر به معنای این است که عقیمه. سوره نازل شده، بکنن سوره کوثر 4 تا آیه داره، یعنی توانایی بچه دار شدن نداشته. حالا برید شما مسلمونا جعل تاریخ کنید بگید ابتر به معنی کسیه که پسردار نمیشه. افرادی که میشینن پای صحبت‌های امید دانا اینقدر خوب رفرنس میده فکر میکنن وای این آدم چه آدم تحصیل کرده‌ایه، چه آدم مطالعه‌گریه. آقای امید دانا میگی سوره نحل آیه 186، برادر من سوره نحل کلا 128 آیه داره. شما آیه ساختی بعد میای میگی که مسلمان‌ها دارن تعریف میکنن. بابا برو یه مطالعه بکن. سوره نحل قسمتیش از سوره‌های مکی هستش، قسمتیش از سوره‌های مدنی هستش و کلا 128 آیه داره. برادر من اون خدای خودش که همون سلمان تازی کثافته که آیه 186 نحل رو بخونید برمیگردن مردم میفهمن که قرآن و این چرندنامه رو داره. سلمان فارسی به این میگه، برمیگرده چیز میکنه، برمیگرده اونجا آیه 186 سوره نحل آیه نازل میکنه و خداوندش برمیگرده میگه که آره ما که میدونیم این به تو تهمت میزنن این کتابو شخصی عجمی داره برای تو مینویسه، ولی اون شخص عجمی است در حالی که قرآن به زبان فصیح عربی است. فقط ما این سوتیایی که داریم در میاریم مربوط به یک ویدیو هستش. اگه بخوایم بقیه ویدیوها رو در بیاریم قصه الهازا داستان طولانی میشه. میاد میگه که قرآن 6226 آیه داره و عینشو من حفظم. برادر من
قرآن 6236 آیه داره. 10 آیه جا انداختی، احتمالاً اون 10 آیه مال اون سوره نحل بوده. بعد میای میگی که این بچه مسلمونا نفهمن فلان بیسان. بعد خب شما میخوای صحبت بکنی در آرامش صحبت بکن، در آرامش رفرنس بده، منبع بده، با هیجانات و داد و بیداد که کاری از پیش نمیره، اطلاعات غلط هم نده. من قرآن بابا، من عین 6226 آیه قرآنتون رو قبلا خندم میگیره که بخوام الان در مورد اسلام اهریمنی صحبت کنم. حالا این بچه مسلمون های پررو، این بچه مسلمون های احمق که با هر کدومشون هم صحبت کنیم که ما رفتیم تحقیق کردیم، تو غلط کردی که تحقیق کردی در مورد اسلام. نمیدونم امروز چرا وقتی صحبت‌های آقای دانا رو میشنوم یاد طنز مهران مدیری عزیز دوست قدیمی ما میافتم. بریم یه تیکه از طنز مهران مدیری رو ببینیم و برگردیم یه تیکه جالب برای شما از آقای امید دانا دارم. سوال بعدی من اینه، رهیافت شما برای رسیدن به آزادی و جون گرفتن پایه‌های دموکراسی چی هست؟ یه جوری جواب بدین که اسپانسر ما هم دیده بشه. بله حتما. بنده در چند جمله کوتاه میتونم بعدون خلاصه بکنم این قضیه رو. اینه که افزایش طول نارضایتی‌های مدنی، برطرف کردن ناتوانی‌های جسمی فعالان سیاسی، تحرک بیشتر جنبش‌های مدنی به وسیله ویبراتور. من پوزش میخوام از دوستان سپاهی، دوستان اطلاعاتی، دوستان بسیجی، دوستانی که خردگرا هستن، فهمیدن ایران چیست، یه تعصبکی هم به این اسلام اهریمنی دارن، ولی اون بخش خرق مذهبی امروز پا رو خطوط قرمز ما گذاشته. پا گذاشتن رو خطوط قرمز ما نابخشودنی است. آقای امید دانا جدیدن هی ویدیو میده بیرون، میگه گلوبالیسم گلوبالیسم گلوبالیسم. بعد میاد میگه که میخوان دنیا رو، ایران رو آری از ناسیونالیست بکنن. برادر من خودت که دیگه اصلا ناسیونالیست رو خوردی، یابم روش. به عرب ها توهین میکنی، به کرد ها توهین میکنی، انگار ایران کرد نداره، انگار ایران عرب نداره. حالا جلوتر میگم چرا اینجوری هم داری صحبت میکنی و چرا داری بحث کرد ها اینها رو مطرح میکنی. بریم این تیکه توضیحات ایشون رو راجع به گلوبالیسم بشنویم، برگردیم توضیحات بیشتری. حقیقت اینه که جریان گلوبالیسم در دنیا میخواد دنیا رو آری از ناسیونالیسم بکنه. در اروپا موفق شده. یارانی که در اروپا زندگی میکنن میفهمن من چی میگم. در اروپا موفق شد اسلام رو تونستن به کناری بزنن. بخش میگم اسلام رو، ناسیونالیست رو. سوتیای امشب من پوزش میخوام. تونستن ناسیونالیسم رو به کناری بزنن و پدر ناسیونالیست توی اروپا رو در بیارن. امید دانا مدام میاد میگه که عرب ها چنینن چنانن، کرد ها تجزیه طلبن و همش بحث این دو قومیت رو میکنه. در جلوتر توضیح میدم که چرا این دو قومیت رو میاد مطرح میکنه. شما آقای امید دانا فراموش نکنید که در ایران استانی وجود داره به اسم استان خوزستان، جایی که من در اون بزرگ شدم و در اونجا مردم عرب زبان هستن و مردم قومیتی به اسم عرب دارن و شما نباید به خود اجازه بدی به قومی همچون عرب ها به همین راحتی توهین بکنی، چه عرب های داخل ایران چه عرب های خارج از ایران. و اصول صحبت کردن و اصول دادن منابع آموزشی به آدم نباید هیچ وقت اجازه بده که بخواد به هیچ قومیتی توهین بکنه و نخواد باور بکنه که همچین قومیت هایی هم وجود داره. بریم ببینیم. چون تو عربام رسم بوده، چیز غیر اخلاقی نبوده. طرف با پسرخونده خودش هم سکس میکرده. چنین جانورانی بودن. بعد البته بگم عربا هر جانوری که بودن پس از آمدن اسلام جانورتر شدن، وگرنه عرب‌های پیش از اسلام به مراتب انسان‌های عقلانی تری بودن. آقایون هر کسی هم از این تروریست‌های تجزیه طلب، بچه مسلمان، هر گوسفندی که ملیگرا نیست، ایرانی نیست، قلبش با ایران نیست، اومد اینجا هرچی گفت جوابشو ندید، بذارید جلز و ولز بزنه تا پدرش هم در بیاد. بخوایم از این سوتیا در این ویدیوش که موجود هست در پیج خود آقای امید دانا به شما بگیم، یه قسمتی راجع به سوره روم صحبت میکنه. آیه 2 میگه که ایرانیان حمله میکنن به رومیان، بعد هم آیه نازل میشه که ایرانی ها شکست بخورن و قصه هازا. میتونید خودتون مطالعه بکنید و ببینید که اصلا حرفایی که ایشون میزنه به هیچ عنوان نمیتونه مستند باشه و ما فقط مستند در این ویدیو صحبت میکنیم. ویدیو بیشتر از این نمیتونیم کشش بدیم راجع به صحبت ایشون. میرسیم به بحث
کردها و آقای امید دانا ادعا میکنند که کردهای ایران سنگ تجزیه طلبی رو دارن میزنن و دوست دارن از ایران تجزیه بشن، جدا بشن، یه قسمتی از خاک ایران رو جدا بکنن. ولی هیچ وقت نمیاد در ویدیوهای خودش مستند اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران رو به مردم نشون بده. سیاست انکار و استعاله با استفاده از قلقم فیزیکی و روانی که پیش از 100 سال پیروی میشه قادر نبوده که کردها رو به زانو در بیاره و از خواسته‌هاشون منصرف بکنه. هویت ملی کرد دارای مبنای خاصیه. هویت ملی کرد دارای مبنای موضوعی است. خاک، زبان، تاریخ مشترک و خواست مردم و ملت کرد بر اساس این شناسه خواهان حق برابری سیاسیه. در همان حال کرد در کردستان ایران گذشته طولانی و همسایگی و همزیستی مسالمت آمیزی با ملت‌های دیگر ایران داره و سرنوشت خودش رو در پیوند با سرنوشت اونها می‌دونه. اما در عین حال محروم شدن از حق خود، تبعیض و در نظر نگرفتن هویت ملی خودشون رو قبول نمی‌کنند. بنابراین اعتراض به هویت یکدیگر در ایران پیش شرط زندگی مسالمت آمیز ملیت‌های ایران در آینده این کشور به شما میره. به هر حال این اساسنامه کردها موجود هسته، شما میتونید برید مطالعه بکنید. حرفی از تجزیه طلبی اینجا صورت نمیگیره و آیا امید دانا شما چرا هی اصرار داری کردها رو تجزیه طلب بدونی، هی اصرار داری عرب‌ها رو بهشون توهین بکنی، اما هیچ وقت به ترک‌ها اشاره نمی‌کنی. هیچ وقت نمیای اعلام بکنی که چرا ترک‌ها شعار جدایی میدن، ترک‌ها در استادیوم آزادی شعار میدن، به خاطر اینکه همسر شما خانم ترک هستن و شما هیچ وقت از ترک‌ها صحبت نمی‌کنید. بریم این شعار و این صحبت‌های ترک‌ها رو در استادیوم آزادی ببینید. من توهین نمیخوام بکنم، ترک‌ها دوستان خوب ما هستن و باشگاه تراکتورسازی که هواداران اونها بودن همیشه هم بیانیه دادن که اینها یه سری تماشاگرنما هستن، اما شما هیچ وقت ورود نکردی به این مسئله. به قول خودت رو آدم عادلی میدونی که میخوای به جامعه آگاهی بدی. چرا ورود نمیکنی به این مسئله و چرا مسئله ترک‌ها رو هیچ وقت مطرح نمیکنی؟ فقط کردها رو میای میگی. حالا جلوتر توضیح میدیم راجع به کوله برام ایشون اظهار نظر کردن. بریم ببینیم. آیا امید دانا شما چرا هیچ وقت راجع به مسئله ترک‌ها وارد بحث نشدی؟ فقط کردها برای تو مهم بود، فقط عرب‌ها برای تو مهم بود. خب مشخصه شما داری از کجا خطا ربط میگیری و اینقدر مسئله کردها برای شما داره با اهمیت میشه و مانور تجزیه طلبی میدی که اصلا کردهای داخل ایران. به حال نکته رو به شما بگم فراموش نکنید، بنده خبرنگار صدا و سیما ایران در واحد مرکزی کرمانشاه بودم، شعارگو در انتخابات 88 نبودم. بنده خبرنگار بودم و آگاهم از مسائل سیاسی منطقه کرد در منطقه اورامانات، در منطقه پاوه، در منطقه کردستان، در منطقه مریوان. پس شما وقتی به این مسئله برای خودت بزرگ میکنی یکم برو تحقیق تاریخی بکن. میگی که واژه کوله‌وری در تاریخ نبوده. بله نبوده، واژه پیله‌وری بوده و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یه سری امتیازات به افراد مرزنشین داده میشه که این افراد بتونن یه سری کالا از شهرهای مرزی وارد بکنن بدون گمرک و سوبسید هم ندن به دولت. تازه سوبسید هم میگیرن. قبلا تازه با ماشین هم این قضیه صورت میگرفته، حالا چند وقتی هستش با خرابگاه و اینا هم انجام میدن به خاطر اینکه یه سری قاچاق هم این ور اونور صورت میگیره. اما شما میای این قضیه ربط میدی به تجزیه طلبی. خب چرا به مسائل و مشکلات شما دامن میزنی و کد میدی؟ منطقه کردستان منطقه استراتژیکه، کرمانشاه یک منطقه استراتژیکه بر همگان واضح هستش. در استان کرمانشاه ما 3 اقلیت مذهبی شیعه و سنی و اهل حق داریم. چرا روی این مسائل مانور نمیدی؟ فقط مسئله تجزیه طلبی رو شما میخوای مطرح بکنی. ما در خوزستان مسئله اهل حق ها رو داریم، مسئله صبحی ها رو داریم، مسئله سنی ها رو داریم، مسئله شیعه ها رو داریم.
راجع به مسائل نمیای صحبت بکنی، بعد میای میگی به کوروش هم قسم. در یک برنامه مفصل میپردازیم به قضیه کوروش و مسئله آرامگاه کوروش و تاریخش رو میگیم. در هیچ کتاب تاریخی بعد از حکومت شاهنشاهی، قبل از حکومت شاهنشاهی، مسئله کوروش مطرح نبوده. شما یک کتاب کلاسیک بیارید که راجع به مسئله کوروش صحبت کرده باشه در ایران. بعد از حکومت شاهنشاهی بود که مسئله کوروش اومد بالا. فقط صبح تا شب میای میگی که کردها تجزیه طلبن، کردها نمیدونم میخوان برای خودشون حکومت تشکیل بدن. در هیچ حزب، در حزب‌های اصلی کموله و حزب اصلیشون که دموکرات هستش و 2 حزب اصلی کردها هستن، هیچ وقت بحث تجزیه طلبی مطرح نبوده در اساسنامه‌شون. ممکنه یه سری افراد بیان صحبتایی بکنن، اما اساسنامه اینو نمیگه. اساسنامه کرد، شما بیا اساسنامه رو رفرنس قرار بده برای مردم. مورد مقوله و پدیده باربری در مناطق کردنشین که اسمش رو جدیداً در این 4-5 سال اخیر کولبری گذاشتن، برنامه بسیار مهمی رو ارائه بدم و به شما نشون بدم چگونه بحث باربران منطقه کردنشین یا کولبران، دسیسه تجزیه طلبان در درجه نخست و در درجه دوم دسیسه دستگاه‌های امنیتی است که توسط BBC صدای آمریکا 4-5 سال اینو در تریبوناشون دارن فریاد میزنن. آقا ما 2 تا مقوله داریم. اگر باربری به صورت قانونی در شهرات نامش باربر است، در گذشته ما همه فرهنگ لغت‌ها رو رفتیم گشتیم. اگر کسی در مناطق مرزی به صورت قاچاق باربری کنه، به صورت غیرقانونی این کارو کنه، نامش قاچاقبر است. آقای امید دانا، این قضیه کوله‌بری و خود واژه کوله‌بر از زمانهای قدیم هم بوده. کولبر یا کلبر به قول کردها یک کلمه کردیه، یک واژه فارسی نیست که شما دنبال واژه فارسیش در فرهنگ معین و در فرهنگ دهخدا میگردی. برو با 4 تا کرد صحبت بکن، برو با کردها صحبت بکن، واقعا متوجه میشی که کلمه کوله‌بر یک واژه کردی هستش و برو دنبال واژگان کردی بگرد و معنی مترادف این کلمه در واژگان کردی. مسئله که اینجا وجود داره، آقای امید شریفی دانا مباحثی که راجع به سیاست میکنه، مباحثی که راجع به بحث‌های مذهبی میکنه، کوله‌برها میکنه و آب و تاب میده، کپی پیسته. از چه شخصی؟ برای اولین بار من اینجا یک ویدیویی رو به عنوان سند و رفرنس برای شما رو میکنم که امید شریفی دانا صحبت‌های خودش رو از آقای رائفی پور کپی میکنه و از صحبت‌های ایشون استفاده میکنه و با همون آب و تاب میخواد صحبت بکنه. بریم این ویدیوی جالب رو که اولین بار اینجا ما منتشر کردیم رو ببینید، برگردیم با شما میکنیم. مثل چجوری الان برای بعضی باور نکردن یعنی چی؟ یعنی هیچ مریضی دیگه رو زمین نیست زمان ظهور. چجوری برای بعضی باور نکرد؟ تا اونجا برید امتحان کنید راهپیما رو. تا اونجا نباشی باور نمیتونی بکنی که اینا نمک غذاشون تو طول سال چیه؟ نمک غذاشون آب خشک کرده شستشوی جوراب زائرای امام حسین. جورابا رو با آب میشورن، اون آبو خشک میکنن، تهش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن، مامان نمک میریزن رو غذاشون. باور نکردن. نوشته بود کتابهای مرا بخوانید ولو کان چاپا. عربی حرف زدن، تمام قواعد عربی رو فاتحش خوند. میگفت این چرا اینجوری حرف میزنه؟ گفت قاعده اصلی حضرت بابه ایشونن. مثلا خب ایشون مثلا یکی از چیزایی که من توی مطالعات داشتم عربیش مثلا خیلی ضعیف بوده و حتی قواعد، حتی در اشتباه خیلی چیزا، مثلا در یه جایی که میخواسته صحبت کنه گفته ولو کان چاپا، یعنی برید کتاب منو بخونید. بعد اونجا توی مناظره حالا در ادامه خواهم گفت بهش میگن که آقا این چاپا تو چی داری میگی برادر من؟ آخه عربی نه چه داره نه پ داره. بعد این میگفت آقا عربی من داره دیگه، عربی من هم چه داره هم پ. وقتی من با خدا و امام زمان و چه میدونم خودم نمیتونم قواعد عربی رو عوض کنم. من تو حضرت علی قبلا دیده بودی؟ ها؟ من دیده بودی که فهم حضرت علی؟ برعکس تو ته مخ تو این عکسای این عکس‌ها مزخرفات ها. اینا میدونید که اول دختر میکشن، زن میکشن، بعد مردش میکنن برای اینکه چهره رو قشنگ میکنن. بهتون بگم این تمثالا 2 قرون ارزش نداره. از خونه‌تون بنازید بیرون. ذهنیت از امام معصوم تو ذهنتون نسازید.
ولی این علی که امروز در جامعه ایران تعریف میشه همون عکسش میشه اون عکسای دختران آریایی که فقط ریش روش گذاشتن، چقدر زیبا و چه تفکرات زیبایی رو ازش میگن. خدمتتون عرض بکنم مطالبی که اینجا بهتون میگم فکر میکنم یعنی این کالکشنی که براتون تهیه دیدم جای دیگه نخواهید شنید، پس خوب عنایت داشته باشید. مثلا داعیه دارم توی این مسئله، طرف باشه بیاد ببینم چجوری بررسی کرده. در هیچ جا دیگه این حرفا رو بهتون نمیدن، چون نه سوادشو دارن نه بینششو دارن و مهمتر از همه شهامتش هم ندارن. دوستتون دارم. پاینده ایران. BBC که الان BBC فارسی توسط بهائی‌ها داره اداره میشه. بهائی‌ها که خیانت‌هایی به این مملکت کردن، کشتاری از ما کردن که شما باورتون نمیشه، بعد اینجوری داعیه مظلوم نمایی به خودشون گرفتن. یک مذهب که نیست، یک چه اسمش میشه، یک نهله، یک فرقه مزخرف به لحاظ عقیدتی. یهوش خلوچل مسئول اینا بودن، خدا شاهده. اولین اصل اینا میدونید چیه؟ خوشرفتاری، خوشرویی، خوش اخلاقی. همین میگه از طرف از اون مسلمان‌ها حالت به هم میخوره، میدونم حالت به هم میخوره، عیبی نداره، ادا در بیار، مهربون باش. شاخصه اصلی اینا میگه شاخصه اصلی تو بذار مهربون بودن باشه. اینا از کجاشو بیرون کشیدن؟ نکته دیگه رو بگم که چی شد که انگیزه ما جلب شد رو بحث بهائیت، این بود که دیدیم بیشتر این رسانه ها که دارن کار فکری میکنن در جامعه ایران و دارن طرز تفکر جامعه ایران ها، فرزندان ایران، جوانان، زن و مرد ایرانی رو شکل میدن با حالا برنامه هایی که میسازن، اینها بیشتریاشون بهایی هستن. اولیش فرهنگ هلاکوییه. شما در 10 سال گذشته میبینید تمام رسانه ها اینو دعوتش میکنن. داریوش کریمی که یکی از مهمترین برنامه های سیاسی رو در مهمترین تلویزیون سیاسی ایران BBC داره، بهاییه. کارشناس BBC صدای آمریکا بهاییه. حالا ما یک برنامه جداگونه داریم در مورد چهره های نامحسوس بهایی در رسانه های ایرانی. همون دقیقه ببینید اینا کار اهورامزداست واقعا. یعنی یک سری، چون ما 3-4 سال داشتیم در مورد کردستان صحبت میکردیم و مسئله خیلی ها نمیفهمیدن تا این اتفاق افتاد. و این اتفاق چه موقعی افتاد؟ همزمان یک مدل از همین رفراندومی که بارزانی تو منطقه داشت انجام میداد، همزمان به خدا این کار اهورامزداست. مزدار سپاس عین همین داشت تو اسپانیا اتفاق میافتاد. کاتالینا دقیقاً عین همین تو اسپانیا داشت اتفاق میافتاد. اصلا داعشی که توی سوریه جنگید، بدنه اصلی داعش اصلا مردم سوریه نبودن. در جنبش سبز هم همین اتفاق افتاد. در جنبش سبز هم مردم رو ریختن تو خیابون و ببین من اینجا هیچ دفاعی از حکومت ندارم، من دارم حقایق موجود رو میگم. شما در جنبش سبز دیدید که عبدالمالک ریگی یواش یواش گفت من اگه جنبش ادامه دار باشه، تظاهرات بیشتر باشه، اسلحه میارم پخش میکنم. این که خیلی از ارتشی‌ها رفته بودن تو رادیو برلین داشتن کار میکردن همون ابتدا تو جنگ جهانی دوم و خیلی از بهائی‌ها بلند شدن رفتن در رادیو BBC. این هم یه چیز خیلی جالبی، حالا میذاریم کنار. این شیطنتای من یه چیزی گفتم حالا. ما اگر بتونیم تو ایدئولوژی ایران شهری در سالهای آینده مثل این چیزی که حتی 20% هم زیاده، ما 5% آدم با ایمان تربیت بکنیم که اینا حاضر باشن هر کاری بکنن. حالا یه رهبری تو دنیا اسمش یادم نمیاد، حالا اگه عزیزان یادشون میومد خودشون بگن، کامنت هم نذارن بعدم بهم بگن. یک رهبری در دنیا که اتفاقا خیلی هم تاثیرگذار بوده میگه، حالا نامش الان حضور ذهن میگم ندارم واقعا، میگه که یک اقلیت، اگر یک اقلیت با ایمان و آگاه شما بتونید سازماندهی کنی، میتونه بر یک اکثریت حکومت کنه. 2 میلیون نسبت به جمعیت 80 میلیونی خب خیلی کمه. چند درصد میشه واقعا؟ میشه 8-9%، 10% نهایتا. حالا یکی میخواد مثل شما خالی ببنده، ناصادق باشه، یکی مثل من صادق باشه. من و دوستانم پس از سالها ما رو قله های باوری ایران شهری هستیم، رو قله هاش ایستادیم، اما بالاتر رو بخش ایران شهری وجود نداره. اینو بگم همتون بخندید، ببینم چند نفر اینجا.
این خیلی جالبه بهتون بگم، همه با هم دیگه اینجا دوست دارم خنده عزیزان رو بعد تو کامنت ببینم. انقلاب کبیر فرانسه مهمترین کارش بالای این که جامعه رو لایسیته کرده، مهمترین کارش تغییر نظام پادشاهی به جمهوری امپریالیستیه. بخندید، کامنت بذارید. ما پهلوی ها رو خیلی دوست داریم، ولی پهلوی ها در چارچوب مکتب به انحراف یه جا رفتن. یعنی رفت غرب، مثلا ساواکو گوش نمیکرد دیگه، پادشاه به سفیر انگلیس و آمریکا گوش میکرد، ضعف داشت به بوروکراسی غربی. حتی همین نظام فعلی هم که وجود داره، آقای گورگین واقعا شاهکار صحبت کرد. فرده پادشاهی پنهان شده در پشت ولی فقیه جمهوری اسلامی. این توضیحی که جناب کیخسرو گورگین در مورد پنهان شدن فرد پادشاهی در درون ولایت فقیه داد، اگه شما اهل جار و جنجال و هوچیگری باشی که نمیفهمی، فوش خواهر مادر میدی و دیدیم که دارن میدن بعضیا، چون عدم درکشونه. ولی اگه یکی مثل من دنبال این مسائل آگاهی داشته باشه، بخونه و سرش درد بکنه، تعریف جناب گورگین شاهکار بود. الانش هم که جمهوری اسلامی اومد، اون فره ایزدی پنهان شد، بخش آریایی تو درون همین حکومت پنهان شدن. دوست بی سواد من که حمله میکنی، بیشتر آتشکده های ما در درون امامزاده ها پنهان شده. بیشتر این امامزاده ها آتش کردن. آقا عربای سوسمارخور می اومدن آتشکده ها رو داغون کنن، ایرانی ها میگفتن تو خدا داغون نکن، این قبر امام خودتونه، امامزاده خودتونه. به خدا فرخزاد اگه زنده بود الان تو فوشش میدادی. میدونی چرا؟ چون فرخزاد 5-6 ماه آخر عمرش کاملا اپوزیسیون رو ول کرده بود، با مامورهای جمهوری اسلامی توی بن آلمان میشست قهوه میخورد. این میخواد بگه دروغه؟ ولی چیزی که وجود داره اینه که 6 ماه آخر عمرش فریدون فرخزاد با مامورهای جمهوری اسلامی و مامورها و نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی میشست قهوه میخورد تو شهر بن. به حق من فریدون فرخزاده امروزم، من به حق الگوم فریدون فرخزاده. تو با دهنت نباید نام فریدون رو بیاری، شماها نباید نام فریدون. اون احمق‌هایی که به من میگن تو حمایت میکنی از سردار سلیمانی و برمیگردن میگن که سلیمانی فریدون رو کشت، بدانن فریدون 6 ماه آخرش بهترین دوستانش ماموران جمهوری اسلامی بودن. سلام میگیرن. اصل روشنگری در ابتدا تو باید با خودت صادق باشی. اگه تو با خودت صادق نباشی، ما بقیه حرفا دیگه از بین میره. یه عده به خاطر پول چاپلوسی میکنه، یه عده مثل این بنده خدا پولی نمیگیره. این خسرو این چاپلوسی میکنه لایک بگیره، هر کی چیزاش متفاوته. یکی برای اعتبار چاپلوسی میکنه. دیگه این هم از شاهکارهای امید شریفی دانا هستش و فکر میکنه میتونه هر حرفی رو به خورد مردم بده. گفتم ما اینجا کار ژورنالیستی میکنیم. این برنامه قسمت‌های دوم و سوم هم خواهد داشت و حتما بررسی میکنیم پروژه امید شریفی دانا رو. شخصی که توهین میکنه به اشخاص ادیان، نکته رو یادآوری بشم که طبق قوانین سوئدی که ایشون دارن اونجا زندگی میکنند جرم هستش و باید ایشون پاسخگو باشن اگر بخوان به شخصی توهین بکنن، به شخصیتی بخوان توهین بکنن. این نکته اول. نکته دوم این که در قسمت‌های بعدی اطلاعات جالب و جذابتری رو به شما میدیم. به هر حال اینجا ما می‌خواستیم استراکچر و شخصیت امید شریفی دانا رو به شما نشون بدیم. در قسمت‌های بعدی تحلیل‌های بیشتری روی برنامه‌های رودست داریم و اینکه ایشون چی میشه که همه اپوزیسیون‌ها رو میزنه، به همه حمله میکنه و فقط هم مستقیم میشینه جلوی دوربین و بدون سند و مدرک حرف میزنه. اگر قرار شما حمله‌ای بکنی، اگر قرار شما حمایتی بکنی، باید حتما اینها با سند و مدرک و ویدیو باشه. حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارید. این برنامه قسمت‌های دوم و سوم هم داره. رسالت برنامه پشت پرده این هستش که به دور از وصل شدن به هیچ جریان سیاسی فقط واقعیت‌ها رو نشون میده. ما
به چپ به راست و به هیچ هویتی وصل نیستیم. ما فقط موقعیت‌ها و روبرو رو میسنجیم و حقایق رو میگیم. شب و روز بر شما خوش تا قسمت بعدی. پشت پرده.